اگر بگیم صدای زنان عورت است، این همه روایاتی که از طریق ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها مادر مؤمنان به ما رسیده، خب تکلیف این احادیث چی میشه؟ و عجیبتر از اوی است که من در برنامه دیگه هم گفتم که ما سنگ پیروی از مذهب احناف در سینه میزنیم، حنفیت بر سینه میزنیم که ما حنفی هستیم، در حالی که امام ما و صاحب فقه ما امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه و این نظریه است که آواز خانم عورت نیست. حتی ما دروازه مسجد بسته کردیم بر روی خانم‌ها، امروز اجازه نمیدیم که در مسجد به نماز جماعت اشتراک بکنن، به نماز جمعه اشتراک بکنن، در حالی که فقهای احناف چی نظریه دارن؟ یک دفعه بخوانید پالیسی. یعنی نگفته قرآن که زن حق صحبت نداره، نگفته قرآن که آواز زن عورته،